سالهای آغازین دهه 40 بازار شوینده ایران زیر سایه برندهای خارجی است. در همین روزگار نامی ناآشنا وارد میدان می شود. محمد کریم فضلی. او راهش را از کارگاهی کوچک آغاز کرد، تنها با یک کارگر. بعدتر در حمام خانه‌اش آزمایشگاهی راه انداخت و بدین گونه گلرنگ سوپر متولد شد. سال 1351 کارخانه پاکشو با 36 کارگر در تهران آغاز به کار کرد، اما مسیر تولید آسان نبود. بحران مواد اولیه نخستین آزمون بزرگ پاکشو شد. استاد فضلی ایستاد، ماشینالات صنعتی را از خارج کشور وارد کرد و بدین گونه کارخانه را زنده نگه داشت. انقلاب اسلامی از راه رسید، ایران تغییر کرد و برندهای خارجی عقب نشستند. کشور در حال ساختن نظم تازه‌ای بود و صنعت نیز روزهای دشواری را پشت سر می‌گذاشت. با آغاز جنگ تحمیلی تولید زیر فشار کمبود ارز و مواد اولیه قرار گرفت. متاسفانه 18 کارگر پاکشو را ترک کردند، اما استاد با کوشش بسیار تمامی کارگرانش را دوباره به کارخانه بازگرداند. سال 1370 دکتر مهدی فضلی سکان هدایت پاکشو را در دست گرفت. تجربه پدر و دانش پسر پاکشو را وارد فصلی تازه کرد. ترانه گلرنگ در همین سالها در خانه‌های ایرانی‌ها پیچید و در حافظه مردم ماند. اوه آمد، برندی تازه برای نسلی که انتخاب‌های تازه می‌خواست. بعدتر سافلن نیز به خانه‌های ایرانی پیوست و خانواده پاکشو را بزرگتر کرد. گروه صنعتی گلرنگ در همین سالها آغاز به کار کرد برای تحقق رؤیایی بزرگ. مدیران تازه، برندهای تازه، کارخانه‌های بزرگ پاکشو را پیش بردند. پاکشو رشد کرد، وارد بورس شد و در صنعت شوینده اثرگذار شد. افتخارهای تازه از راه رسید. تولید ایرانی از مرزهای کشور هم فراتر رفت. سال 1399 پاکشو پدر معنوی خود استاد محمد کریم فضلی را از دست داد و در سوگ او نشست. اما میراث او تا به امروز ادامه دارد. کار، امید، تلاش و ایمان به ایران همچون درخشش خورشید بر فراز دماوند.